در تالار ورزشی محله تیم شهر خاروق با ابتکار فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال ولایت با مساعدت و دستگیری رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف و رئیس شهر خاروق به خاطر 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مسابقه ورزشی از نمود فوتبال خور بین نورسان محله های شهر خاروق و ناحیه شغنان جنبست گردید. در هم 24 تیم نورسانی از سن 6 ساله تا 11 ساله به هم سبقت نموده غالبان هزمون معین گردیدند. در اساس نقشه کاری فدراسیون فوتبال بدخشان و با دستگیری دائمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان لیگ کودکانه تاجیکستان مسابقه تحت عنوان فوتبال پیش می‌آید بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در تالار ورزشی محله تیم گذرانیده شده. در این مسابقه از محله‌های شهر و ناحیه شغنان 24 دسته اشتراک نمودند و امروز در گروه‌ها سن سال 7 تا 8 ساله، 8 تا 9 ساله، 9 تا 10 ساله معین گردیده سرفراز مدال و افتخارنامه می‌گردند. مسابقه ورزشی از نمود فوتبال خرد جنبست گردیده از سن 6 ساله تا 7 ساله جای اول ناحیه شغنان، جای دوم محله تیم، جای سوم باشد مکتب ورزشی شهر خاروق. از سن 9 ساله باشد جای یکم مکتب ورزشی شهر خاروق، جای دوم محله تیم، جای سوم نصیب ناحیه شغنان گردید. تا سن 11 ساله باشد جای یکم، دوم و سوم سزاوار ورزشگران مکتب ورزشی شهر خاروق گردیدند. Меня зовут Давронов Ансор. Я учусь в лицее Агахана и занимаюсь спортом, футбол. Только что мы победили этот чемпионат и получили первое место. В будущем я хочу стать футболистом, но тоже с профессией. Хочу стать футболистом. ورزشگران خردسال از برگزاری چنین آزمون اظهار منتاری خود را به تشکیل کنندگان بیان نمودند که چنین مسابقه ورزشی از نمود فوتبال خرد بین کودکان پیوسته گذرانیده می شود. من النزار الامیر امروز در مسابقه اشتراک کرده جای نمایان گرفتم و تشکر به فدراسیون فوتبال که این آزمون را تشکیل کرده است. من خدام عبدالعلی در این مسابقه اشتراک کردم و جای اول گرفتم و میخوام در مسابقه دیگر هم جای اول بگیرم. ورزشگر رفیع سلامتی است. در فرجام مسابقه ورزشی از نمود فوتبال خرد از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ولایت با جام و مدال سرفراز گردانیده شدند.